خب سلام، چطوری بچه‌ها؟ خوبی؟ امروز میریم سراغ مبحث شیرین سینماتیک، شیرین و سخت. ببینید سینماتیک برای دانش آموزا کلا دو دسته میشه. بچه‌هایی که خوب فهمیدنش براشون فصل شیرین راحت از پس سوالش برمیاد و بچه‌هایی که خیلی باهاش مشکل داشتن. توی کنکور 1400 برای رشته تجربی قسمت شتاب ثابت حذف شده و با این تفاصیل خب پس 100% ما خیلی دستمون بازتره و بچه‌هایی که کنکور 1400 میخوان بدن اصلا و رشته تجربه نمیخواد قسمت شتاب به بد رو ببینن. بچه‌های رشته ریاضی هم براشون اومدن تو کنکور 1400 سقوط آزاد رو حذف کردن. پس حواستون به قضیه باید باشه. این یک موضوع. بریم سراغ بحث سینماتیک، بحث شیرین سینماتیک. توی مبحث سینماتیک اولین بحثی که باید بررسی کنیم حرکت روی خط راسته. ما تو کتابمون فقط حرکت در خط راست رو روی خط راست رو. خب توی نمودار x بر حسب t این نمودار مشخص میکنه که تو هر زمان تو چه مکانی قرار داریم و اینجا توی نمودار تو زمان t1 تو x1 و تو زمان t2 توی x2. سرعت متوسط میشه دلتا x به دلتا t. الان توی اینجا z اینجا میشه دلتا x، z اینجا میشه دلتا t. نسبت دلتا x به دلتا t میشه همون شیب خط واسط بین این دو نقطه که میشه همون سرعت متوسط بین زمان t1 تا t2. یک موضوع. اما اگر سرعت لحظه‌ای رو می‌خواستیم باید بیایم شیب خط مماس رو رسم کنیم. الان توی نمودار xt توی این لحظه خط مماس تو زمان t1 رسم شده که شیب این خط سرعت لحظه t1 رو به ما میده. این از این تمام شده. حالا بحثی که هست اینه. می‌خوایم رو تندی متوسط بحث کنیم. تندی متوسط میشه مقدار مسافت طی شده در واحد زمان که بهش میگیم تندی متوسط، با اس نشونش میدن، همون مسافت به زمان. حالا یه نکته‌ای که من بخوام خدمت شما بگم اینه. توی یه بازه زمانی ما ممکنه بریم تا یه جایی رو برگردیم. 100% مسافت از جابجایی بیشتره. پس تندی هم از سرعت متوسط بیشتره. تندی متوسط از سرعت متوسط. اینو به عنوان این نکته بدونید. یا در نهایت اگر تغییر جهت ندید و از این مکان بیایید تا این مکان بدون تغییر جهت، اندازه سرعت متوسط و تندی متوسط با هم برابره. این یک موضوع. حالا یه چیزی که اینجا بخوام بگیم اینه که اگر رو سرعت لحظه‌ای بخوایم بحث کنیم، سرعت لحظه‌ای و تندی لحظه‌ای با هم برابرن. فقط فرقش سرعت برداری و تندی مقداری یا نرده‌ایه. خب یک مثالی داریم، مثال یه ذره گزینه‌ها شده. ببینید چی گفته. جسمی بر روی دایره‌ای به شعاع 3 متر در هر 15 ثانیه یک دور کامل میزنه. اگر در بازه زمانی مساوی مقدار جابجاییش یکسان باشه، این تندی چرخشش ثابت باشه، تو مدت 2.5 ثانیه، اینو متاسفانه محیط تایپ اشتباه کردن. 2.5 ثانیه تندی متوسط جسم چند متر بر ثانیه است. خب شما توی 2.5 ثانیه چقدر دور میزنی؟ میگیم چون 15 ثانیه یه دور کامله، 2.5 ثانیه میشه 1/6 15 ثانیه، یعنی 1/6 یه دور کامل. 1/6 یه دور کامل یعنی 60 درجه. آقا 1/6 2 پی آر رو دارم طی میکنم. وقتی 1/6 2 پی آر رو دارم طی میکنم میشه پی آر سوم. یه راه دیگه هم این بود که طول این وتر میشه شعاع در تتا و بر حسب رادیان باشه که خب اینجا 60 درجه رادیانش میشه پی سوم، آر در پی سوم میشه همون پی آر سوم. حالا شعاع 3 متر، 3 رو میذاریم اینجا، پس دی یا مسافت طی شده به اندازه 1 پی. تو چقدر؟ تو 2.5 ثانیه یا 5/2 ثانیه. مسافت میشه جابجایی، ببخشید تندی متوسط میشه مسافت تقسیم بر زمان. پی تقسیم بر 5/2 میشه 2 پی پنجم. 2 پنجم یعنی 14 میشه 14 پی. پس میتونن این حرکت‌های دایره‌ای شکل برای ما بحث کنن. من تو سوالات درسنامه برای شما سوالات جالبی از این قضیه آوردم که رو دایره بچرخیم، دایره بچرخیم از این حرفا. ولی خب میذارم وقتی خودتون حلش کنید به جای خوب بتونید برسونیدش. اما بحث بعدی که بحث اصلی ماست، بحث حرکت یک نواخته. حرکتی که مقدار سرعت ثابته.
و معنیش اینه که اگه روی خط راسته در بازه زمانی های مساوی جابجایی ها مساویه، شتاب صفره، سرعت تغییر نمیکنه و حرکتی که بردار سرعتش ثابته رو باز میگن حرکت یک نواخت. وقتی میگیم بردار سرعت ثابته یعنی جهتش ثابت و راستاش ثابت و مقدار سرعت هم ثابته. در واقع بردار سه تا همین نشونه هایی داره که اما ما میگیم که x ما معادله حرکت ما میشه vt به علاوه x0. v سرعت ماست، t زمان x0 هم مکان اولی است. اگر x رو بر اساس t رسم بکنی x محور y تو t هم محور x ضریب t میشه شیب خط، برای همین نوشتیم تانجانت تتا میشه v، تانجانت تتا میشه v یعنی شیب خط میشه سرعت که سرعت هم ثابته، شیب خط هم ثابته و عرض از مبدأت میشه مکان اولیه، x0 که تو معادلت هست میشه مکان اولیه. خب اینا با ما حالا خیلی مقدمه است، بیشتر یه سری از اینا رو باید یادتون بدیم، بعد بریم با هم دیگه سوال حل کنیم. بریم سراغ تبدیلات سرعت. یکی از تبدیلات اینه که شما متر بر ثانیه دارید میخواید بکنید کیلومتر بر ساعت ضرب در 3.6 کنید و برعکس کیلومتر بر ساعت بخواد بشه متر بر ثانیه تقسیم بر 3.6 کنید. اما چیزی که هست من بهتون توصیه میکنم این سری عددا رو حفظ باشید. هر 5 متر بر ثانیه 18 کیلومتر بر ساعت. پس 15 متر بر ثانیه میشه چقدر؟ نگاه میکنم میبینم این 3 برابر شده، پس این هم 3 برابر میشه. 3 تا 18 تا 54 تا. اگه بخوام برای جدول بکشم بالا متر بر ثانیه است، پایین کیلومتر بر ساعت. 10 میشه 36، 15 میشه 54 و 20 میشه 72، 25ش 90 و 30ش 108. مهم همینایی که دارید می‌بینید اینا منتهی باشه. پس این حواستون باشه. خب بریم ما هم سوال حل کنیم. سوال 3 رو ببینیم. سوال 3 گفته که اتومبیلی فاصله دو تا شهر رو حدود 800 کیلومتره با تندی 108 کیلومتر بر ساعت که میشه 30 متر بر ثانیه طی میکنه. هنگام برگشت همون مسیر رو تا آخر با تندی 20 متر بر ثانیه طی میکنه. تندی متوسط کلش چقدر؟ ببینید جلوتر من حالت خاصی رو میگم ولی خب یه حالت کلیه. تندی متوسط ببخشید با اس بر بهتر نشونش میدادم. تندی متوسط میشه مسافتی که طی میکنه که 2 تا 800 کیلومتر 800 کیلومتر هم 800 کیلومتر برگشت میشه 800 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان 3 برای تبدیلش به متر تقسیم بر زمان. 800 در 10 به توان 3 تا یه بار با سرعت 30 رفته، یه بار 800 در 10 به توان 3 رو با سرعت 20 رفته. اینطوریه و جوابش هم به دست. آیا راه ساده تری هم وجود داره؟ بله. خوب به من دقت کنید. اول بگیم چیه؟ مسافت جابجایی تقسیم بر سرعت به ما زمان رو میده. پس جابجایی تقسیم بر سرعت به ما چی رو میده؟ زمان. این زمان تیکه اول، اینم زمان تیکه دومه. جمعش که میکنن چی به دست میاد؟ زمان کل حرکت هم به دست میاد. اینم که کل جابجایی، کل مسافت مسافت. اما آیا راه بهتر و قشنگتری وجود داره؟ بله. دقت کنید. من راه حل بهتری برای شما بنویسم. شما به اندازه یه x رفتی، به اندازه یه x برگشتی. پس کل مسافت 2x، زمان اولی میشه x به 30، زمان بعدی میشه x به 20. اینا رو 800 در 10 به توان 3 رو من فاکتور گرفتم. خب نگاه میکنم میگم خب اینجا الان این جوابش چی میشه؟ جلوتر یادتون میدم با چشم میشه اینو گفت. چون دقت کنید اینا اینجا میگم بعداً درس دادم، بیاید اینجا نگاه بکنید. چون جابجایی ها یکسانه میشه سرعت ها رو عین مقاومت های موازی معادل گرفت. یکی میگه اینو حل کنه، یکی راهی که من میگم. اگه کسی بلد معادلگیری ذهنی و سریع رو این کار انجام بده، بگه چون جابجایی ها برابره
پس سرعت ها رو به صورت مقاومت های موازی معادل میگیرم، ضرب در تعداد بازه ها میکنم، تعداد بازه های جابجایی. ما الان چند تا بازه جابجایی داریم؟ یه رفت یه برگشت، 2 تا بازه جابجایی داریم. 2 تا بازه جابجایی ضرب داره. معادل 30 با معادل 20 چند میشه؟ اگر حساب کنی ضربشون رو به جمعشون میشه حساب کرد. مقاومت موازی رو اینطوری حساب می‌کردن که ضرب به جمع 30 ضرب در 20 تقسیم بر 30 به علاوه 20، این میشه 12 تا. 2 تا 12 تا میشه 24 متر بر ثانیه. و سلام، نامه تمام. من 3 تا راه حل گفتم که راه حل اول و دوم تقریبا یکیه، اینم یه تکنیکی برای حله. نمیگم الان یادش بگیرم، بعدا جلوتر درسش میدم. خب اما سوال 4 رو ببینیم. سوال 4 میگه متحرکی در مسیر مستقیم داره حرکت میکنه و معادل سرعت زمانش اینه. شتاب متوسط در 2 ثانیه اول چقدره؟ شتاب متوسط فرمولش چیه؟ شتاب متوسط یعنی دلتا وی به دلتا تی. 2 ثانیه دوم میشه که 2 ثانیه دوم واسطه. ببینید اینا رو باید بلد باشید، ولی یه دور با هم کار کنیم برای یادآوری. وقتی میگیم 2 ثانیه دوم یعنی ما 2 ثانیه جدا کنیم، 2 ثانیه دومش رو پیدا کنیم. 2 ثانیه دوم انتهاش میشه، بذار 2 ثانیه پنجم رو میگم، 2 ثانیه پنجم انتهاش میشه 2 5 تا 10 تا. و چون میگه 2 ثانیه پنجم، چون 2 ثانیه است، از آخرش باید 2 ثانیه بیا عقب‌تر تا بازه 2 ثانیه تو پیدا کنیم. از 10 ثانیه 2 ثانیه بیا عقب میشه 8. پس 2 ثانیه پنجم میشه از 8 تا 10. همچین کاری انجام میده. خب اما بریم سراغ یه قسمت دیگه. سوال 8 هم سوال قشنگیه، من توضیح بدم. میگه نمودار مکان زمان متحرک اینه، x رو کشیده، اومده شیب صفر بوده، شیب زیاد شده، بعد شیب صفر شده. میگه بیشین سرعت نمیگه کجاست، میگه چند متر بر ثانیه است. خب بیشین سرعت، ما گفتیم سرعت توی x میشه شیب خط مماس. بیشینه شیب خط مماس کجا رخ میده؟ اینجاها رخ میده. حالا بگردید پیداش بکنیم. از اینجا تا اینجا انگار نقاط مشخصی هستند. نگاه بکن، از این نقطه تا این نقطه چند واحد اینجا جلو رفته؟ نگاه که بکنم میبینم 10 واحد شده 5 قسمت، هر کدوم از اینا 2 قسمته، پس چقدره؟ 6 داره. و اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا فاصله شه. اینجا 30 تاش شده 5 قسمت. نگاه 1 2 3 4 5 تا قسمت شده 30 متر. پس هر یه دونش 6 متره. بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 تا 6 متره. 7 تا 6 متر 42 متر. شیب خط میشه 42 شیشم. میشه چقدر؟ 7 متر بر ثانیه. پس بیشتر شیب رو اینجا داره که مقدار شیب 7. شیب خط میشه سرعت ما. پس سرعت ما چقدر؟ 7 متر بر ثانیه. خب بریم سراغ سوال 9. هم سوال باز شبیه این حل میشه. نمودار x داده، شتاب متوسط خواسته. شتاب متوسط که میخواد یعنی دلتا وی به دلتا تی، یعنی شما وی لحظه 15 رو حساب بکن، منهای وی لحظه 3 بکن و تقسیم برای اختلاف زمانش 15 منهای 3. وی لحظه 15 چقدره؟ تو لحظه 15 شیب خط مماس 0، پس اینجا سرعتش 0. وی لحظه 3 چقدره؟ شیب این خط رو باید پیدا کنیم. یه بار من شیب درست به دست بیارم شما ببینید. شیب اینجا چند واحد بالا رفته؟ 4 واحد. تو چند ثانیه؟ تو 3 ثانیه. شیب یعنی دلتا ایگرگ و دلتا ایکس یعنی 4 سوم. پس سرعت لحظه 3 که میشه شیب خط مماس میشه 4 سوم. یه منفی هم که به خاطر فرمول پشتشه، این هم که میشه 12. این میشه منفی 1 تمام شده رفت. خب بریم سراغ ادامه مبحث. بحث حرکت نسبی رو داریم. حرکت نسبی یعنی چی؟
وقتی دو تا متحرک حالا داریم که اینجا با تندی با سرعت ثابت حرکت میکنن، به صورت کلی سرعت نسبی یعنی سرعت آ منهای سرعت b، یا معنیش اینه که b سرعت آ رو چقدر و در چه جهتی برآورد میکنه. پس معنیش اینه. حالا کاری که من انجام میدم، میگم که خب دو حالت خاص تو کتاب داریم، این دوتا رو بلد باشیم کافیه. حالا دو حالت خاص ما چیا هستن؟ وقتی آبی در یه جهت میره، اتفاقی که میفته اینه، میگیم این دوتا وقتی در یه جهت سرعتاش اصلا کم میشه وی آ منهای وی. وقتی به سمت هم میاد سرعتاش با هم جمع میشن وی آ به علاوه وی اینهاش. خب نگاه میکنیم میگیم که پس اینو بلد باشیم در زمان وقتی دارن همزمان از هم دور میشن بازم سرعتاشون با هم جمع میشه. پس حواسمون به این باشه. و یه نکته رو فقط بدونیم و یه توضیح بدم براتون. ببینید فرض کنید که یک اتوبوسی داریم سرعتش 18 متر در ثانیه است. یه آدمی هم سوارشه، آدم سرعتش 2. اگه همجهت با اتوبوس قدم بزنی، اتوبوس سرعتش 18، آدم هم سرعتش 2. شمایی که بیرون واسطاری سرعت این آدم رو چند می‌بینی؟ سرعت این آدم رو 20 متر در ثانیه. حالا همین اتوبوسه داره با سرعت 18 میره، آدمه داره با سرعت 2 میاد عقب. این دفعه سرعت این آدم رو چند می‌بینی؟ 16 می‌بینی. نکتهش اینه ما سوار بر هر چیزی که باشیم سرعت اون رو به ارث میبریم. اتوبوس سرعتش 18، تویی که سوار اتوبوس هم هستی سرعتت 18. حالا قدم زدنت یا در جهت اتوبوسه که بهت کمک میکنه سرعتت بیشتر میشه، یا خلافشه که سرعتت کمتر میشه. خب حالا این چطوری سوال ببینیم. سوال 10 رو ببینیم با هم. سوال کامیک هست. خب اما بریم سراغ حل سوال 10. سوال 10 این حرف رو میزنه. یه دو تا متحرک داریم همزمان از نقطه آ و سی به سمت هم دارن با سرعت ثابت حرکت میکنن. در نقطه B از کنار هم میگذرن و در ادامه 16 ثانیه طول میکشه تا متحرک اول، اونی که از آ اومده تا به B رسیده، 16 ثانیه بعد از B تازه به C میرسه و 25 ثانیه هم طول میکشه تا متحرک دوم، یعنی اونی که از C اومده به B رسیده، حالا از B تا A رو تو 25 ثانیه میره. بزرگی سرعت اول چقدر بود؟ میخوام این نکته رو بهتون بگم، نکته بسیار نکته مهم و پرکاربردیه. خوب به من دقت بکنید. میگم که اگر دو تا متحرک با سرعت ثابت، یکی سرعتش v یکی سرعتش nv، به سمت هم حرکت کنن، این a باشه مثلا، این b باشه، اینم c باشه، اولی که این دیگه میشه nx، اینجا میشه x، یعنی این اتفاق میفته چون سرعت این n برابر اینه تو مدت زمان یکسان که به هم میرسن، یکی nx طی میکنه یکی x طی میکنه. این یک موضوع دوم. موضوع دومی که اگر بخوای رو زمانها بحث کنی، زمانی که طول میکشه تا این متحرک این تیکه رو طی کنه نسبت، اینجا اسمم براش بذارم، متحرک 1 متحرک 2، نسبت زمان 1 که آبی رو طی میکنه به زمان 2 که BC رو طی میکنه مساوی میشه با 1 به N2. یعنی چی؟ یعنی که الان من تو سوال بالا میتونم از این نکته استفاده کنم و مثال برات بزنم. اگه سرعت این 2 برابر اینه، زمانی که این متحرک اینجا رو طی میکنه n به توان 2، یعنی 2 به توان 2، 4 برابر زمانی که این متحرک اینو طی میکنه. اون در صورتی میگم سرعت این 2 برابر. الان تو بالایی میخوام از این نکته استفاده کنم. ببین متحرک اول از B تا C رو تو چقدر طی کرده؟ توی 16 ثانیه. پس متحرک اول B تا C رو تو 16 ثانیه طی کرده و متحرک دوم
از B تا A رو توی چند ثانیه طی کرده؟ توی 25 ثانیه. این میشه 1 به N2. پس N به دست میاد 5/4. یعنی چی؟ یعنی متحرک اول تو که اینجا بوده سرعتش 5/4 ویه، متحرک دومت که از این ور داره میاد سرعتش ویه. معلوم هم هست. چرا معلومه؟ به خاطر که این متحرک اینجا رو داره زودتر طی میکنه، پس سرعت بیشتره. پس نسبت زمانها رو به دست بیار، رادیکال بگیر، میشه نسبت سرعت ها. حالا نسبت سرعت ها 5/4 یکیش ویه یکیش 5/4 ویه. کدوم سرعتش بیشتره؟ اونی که اون تیک دومی رو داره زمان کمتری طی میکنه. خب اینو داشته باش. حالا گفته که بزرگی سرعت متحرک اول چقدره؟ خیلی راحت میشه حسابش کرد. چون من گفتم این 5/4 x، اینم x دیگه. جمع اینا شده چقدر؟ شده 180. x رو که حساب میکنم میشه 100 متر. میشه ببخشید 80 متر. یعنی دیگه 80 متره. متحرک اول این 80 متر رو تو چند ثانیه طی کرده بود؟ تو 16 ثانیه. پس 80 متر رو اگر تو 16 ثانیه طی میکنه، سرعتی که براش به دست میاد میشه 5 متر بر ثانیه. این سرعت متحرک اول ماست. گزینه 2 جوابش میشه. اینجا حل خود سوال خیلی طولی نمیکشه. میخوام نکته یاد بگیری و اگر دوست نداشتی که نکته یاد بگیری مسئله نیست، ولی بعد همین کارا رو همه رو از اول انجام بدی. اگر قابل حل پاسخنامه خوشم نگاه بکنید همین کارا رو کرده، به ترتیب رفته جلو، از این نکته استفاده نکرده. خب من یه سوال دیگه میخوام بهتون میگم و یه چیزی یادتون بدم. توی حرکت هایی که حالا نمودار میکشه یا اینکه نه حرکتی که دو تا متحرک داره، بیاید نسبی حل کنید. نسبی یعنی یک شما ساکن بگیرید، دیگری رو نسبت به این حرکت بدید. الان توی این سوال که سوال کنکور سراسری سال 94 بوده و خیلیاتون هم دیدید، میخوام یه حلی رو بگم که شاید خب اونایی که دانش آموز منن که 100% دیدن، اما اونایی که دانش آموز من نیستن براشون جذابیت داشته باشه. سوالا رو یه بار ببینید، بخونیدش، بعد به حل من نگاه بکنید. خب ببینیم سوال چی گفته. نمودار مکان زمان دو تا متحرک A و B به صورت شکل مقابل. سرعت متحرک A چند متر بر ثانیه بیشتر از سرعت متحرک B. ببینید متحرک A شما اول کار از B، متحرک A اول کار از B 430 متر عقب‌تره. خب این 430 متر عقب‌تره، میاد بهش میرسه و بعد 50 متر هم آخر سر A از B جلو میفته. پس اگه B رو ساکن بگیری، یه 430 تا و یه 50 تا، 480 متر طی میکنه. پس 480 متر طی میکنه. تو چند ثانیه این کار انجام میده؟ تو یه 30 ثانیه این کار انجام میده. 480 متر رو تو 30 ثانیه طی کنی یعنی سرعت 16 متر بر ثانیه است، یا بیان بهترش سرعت A 16 متر بر ثانیه از سرعت B بیشتر، تو هر ثانیه 16 تا بیشتر طی کرده. من جابجایی تقسیم از زمان کردم، کار خاص نکردم. جابجایی 480 تا بوده، زمان 30 تا بوده، مقدارش میشه 16. میشه گزینه 3 جوابش. به همین راحتی. خب اما بریم سراغ سوال 14. همین سبکیه، حتما روش فکر بکنید، وقت بذارید، خیلی مهمه. بریم سراغ یه قسمت دیگه. در مورد قطار هم راستی برای شما صحبت بکنم. قطار اکثرا باید بلد باشید، ولی صحبتی بکنیم براتون. سوال 19 و 20 دو تا سوال قشنگ، یه سوال 21 شبیه هم دو متحرک است. حالا اینا رو ان شاءالله وقت می‌ذارید حل می‌کنید، بعد تو رفع اشکال براتون رفع اشکال می‌کنم. اما سوال شماره 19، دو تا متحرک داریم، یکی 120 متر، یکی 140 متر.
با سرعت 5 و 15 روی دو تا ریل موازی دارن به طرف هم میان. سرعت این 5، سرعت این 15. اینه که یکی ساکنه، نگاه، یکی توی یه ثانیه 5 متر میاد، یکی توی یه ثانیه 15 متر میاد. اینه که یکی ساکنه، یکیش داره 20 متر بهش نزدیک میشه. پس سرعت نسبی اینا با هم جمع میشه 20 متر در ثانیه. حالا میگه از کنار هم عبور میکنن، مدت زمان عبور از کنار هم چقدر؟ یعنی میگه میپرسه زمان سبقت از یکدیگر چقدر. ببینید شما به عنوان کسی که بیرونی، به عنوان ناظر ساکن، طول سبقت رو برای قطارها جمع دوتا طول میگیرید، یا برای یک قطار از رو پل رد شدن باز جمع طول سبقت میشه جمع دوتا طول پل به علاوه طول قطار. یا اگر همچین چیزی بگه که یک تابلویی داریم، مثلا تابلو راهنمایی رانندگی، یک اتوبوس میخواد کنارش رد شه، اینجا طول سبقت فقط طول اتوبوسه چون اون تابلو طولی نداره. این برای کسی که بیرون واسه. یه نکته‌ای هم که هست، پس الان اینجا رو اول میگم، اینجا یکی 120 متر، یکی 140 متر، پس کل طول سبقت 260 متره، سرعت هم که 20. حالا اگه زمان میخوای، ما چند بار گفتیم زمان یعنی جابجایی تقسیم بر سرعت، حسابش میکنیم میشه 13 ثانیه. پس گزینه دو جواب باشه. تمام شد. خب اینی که گفتیم تمام. حالا بحث بعدی که به وجود میاد اینه که اگر داخل یه قطار بودیم چی میگفتیم؟ ما داخل هر قطار که باشیم یا داخل هر وسیله‌ای که باشیم برای طول سبقت طول اون وسیله‌ای که توشیم حساب نمیشه. یعنی اگه من الان توی قطار 120 متری بشینم، طول سبقت رو 140 متری در نظر میگیرم. حواستون باشه. خیلی وقت هم چیزی نیومده ها. شاید احتمالش کمه بیاد. روش تجربی البته نه، روش تجربی باز احتمالش داره. و میگیم خب این 140 متر رو با سرعت 20 تا طی میکنه، زمان سبقت حساب میشه 7 ثانیه. این برای کی؟ برای کسی که تو 120 متری نشسته و برعکسش کسی که تو 140 نشسته طول سبقت رو 120 میگیره. این هم هست. اما بریم سراغ یه بحث دیگه، یه سبک دیگه ای از سوال. سبک دیگه از سوال که بعد ببینیم سوالاتی که مربوط به سرعت متوسطه که تو چند مرحله تیکای حالا حرکت‌های متفاوتی داره. اینو میگه که این متحرکی جابجایی دلتا x1 رو برای دلتا x2 برای همینطوری دلتا x ها رو طی میکنه تو چه زمانی؟ تو زمان t1 t2 t3 و ادامه داره. دلتا x1 میشه v1 t1، یعنی بعضی وقتا دلتا x بهت نمیده، سرعت و زمان اونجا بهت میده. یا بعضی وقتا نه، دلتا x رو میده، جای دلتا تیش میاد چی بهت میده؟ میاد بهت v رو میده. اینجا رو اشتباه نوشته، دلتا x به v1 برنوشته بشه، یکی به v2 برنوشته بشه و همینطور ادامه داره. این هست. پس اینجا هر سه تا فرمول درسته. بعد ببینیم مسئله چه اطلاعاتی بهت داده. سرعت با جابجایی باشه اینو میریم، سرعت و زمان باشه اینو میریم، جابجایی زمان باشه اینو بریم، یا حتی ممکن تلفیقی باشه. حواسمون باشه جابجایی میشه سرعت زمان و زمان میشه جابجایی تقسیم برای سرعت. خب میخوایم سری حالت خاص رو براتون مثال بزنیم. حالت خاص اول وقتی که کسر جابجایی داریم. یعنی چی کسر جابجایی؟ میگه متحرکی 1/3 مسیرش رو با سرعت 6 متر بر ثانیه میره، مابقی مسیرش رو با سرعت 3 متر در ثانیه حرکت میکنه. یعنی 2/3 دیگه مسیر سرعت 3، 1/3 اول سرعت 6. سرعت متوسط در طول مسیر حرکت چقدر؟ کاری که انجام میگیم سرعت متوسط میشه دلتا ایکس ها رو جمع میکنیم به دلتا تی ها. 1/3 مسیر به علاوه 2/3 مسیر این کل مسیر، پس کل جابجایی پیدا شد. حالا زمان 1/3 مسیر به سرعت 6 میشه زمان اول، 2/3 مسیر به سرعت 3 زمان دوم. حسابش کردیم شده 36 متر بر ثانیه. این یه راه. اینجا هم حالت خاص مثلا نگفتیم، ولی خودش یه حالت خاصه. اگر کسر جابجایی داری هم چی کاری باید انجام بدی؟ خب حالت خاص اول، اگر زمان طی جابجایی ها برابر باشه،
مثلا 3 ثانیه با این سرعت، 3 ثانیه با این سرعت، 3 ثانیه با این سرعت و همینطور ادامه پیدا کنه. همه زمان‌ها یکسان باشه. سرعت‌ها رو جمع تقسیم بر تعدادش می‌کنیم. پس سرعت متوسط میشه جمع سرعت‌ها تقسیم بر تعدادشون. این است. اگر کسر زمانی داشتیم که این مهمه و حفظ باشه. اگر یک انوم زمان حرکت رو با سرعت v1 و مابقی زمان رو با v2 حرکت کنه، توی همچین حالتی که کسر زمانی داریم، هر سرعت در کسر زمانی خودش ضرب میشه و بعد با هم جمع میشن. این هاشش. الان شما سرعت v1 در یک انوم ضرب شده به علاوه کسر زمانی بعدی در v2. این الان یه دونه سوال من حل بکنم قشنگ تو ذهن مدار بشه. متحرکی حالا یه ذره متفاوت تر ها، یعنی ترکیبی از این بالایی هست. بذار قبلش یه سوال آسان تر بگیریم. سوال آسان ترش اینه. سوال 15. متحرکی نصف مسیرش به سرعت 12 و بقیه مسیرش رو به سرعت 8 رفته. خب کسر جابجایی داریم. گفتم کسر جابجایی داریم چیکار می‌کنیم؟ می‌نویسیم کل جابجایی x دوم با سرعت 12 x دوم با سرعت 8. تازه من اینجا همیشه به بچه‌ها خودم گفتم جای x 1 بذارید بگید 1 رو کلا طی می‌کنه. بعد اینجا الان 1 دومش با سرعت 12 1 دومش با سرعت 8 که مقدارش حساب میشه. اما راه دیگه چیه؟ چون جابجایی ها یکسانه نصف نصفه، میتونی این دوتا رو معادل بگیری. اگه کسی الکتریسیته جاریش خوبه، معادل این دوتا رو میشه ذهنی گرفت. میشه 4 و 8 12 و 8 مقاومت معادل موازیش میشه 4 و 8. چون دو تا دونه بازه جابجایی هم هست، 2 تا 4 و 8 میشه 9 و 6. اینم برای کسایی که اون راه حل رو بلدن. اما سوال 17 رو ببینیم. سوال 17 گفته که سرعت متوسط متحرکی در مسیر مستقیم تو 5 ثانیه اولش 10، یعنی سرعت و زمان رو داریم و تو 15 ثانیه بعدیش سرعتش 30. سرعت متوسط کلش چقدره؟ میگیم که خب آقا جابجایی تیکه اول چقدره؟ 5 تا 10 تا 50 تا. جابجایی تیکه بعدی چقدره؟ 15 تا 30 تا 450 تا. تو چه زمانی؟ یه 5 ثانیه، یه 15 ثانیه، کلا میشه 20 ثانیه. میشه 520 50 دوم 25. پس سرعت متوسط من 25 متر بر ثانیه است. همچین چیزی. و بریم حالا یه قدم از اینا سخت‌تر برای شما بگیم. یه قدم سخت‌ترش میشه چه سوالی؟ این مثال رو خوب دقت کنید. گفته که متحرکی نصف مسیرش رو با سرعت 18 رفته و مابقی مسیرش رو تو 2 تا زمان مساوی طی کرد. خب تو هر کدوم از این زمان‌ها به ترتیب سرعت 6 و 12 بوده. شما تیکه اولت رو با سرعت 18 متر بر ثانیه اومده، این x دومه. اینم x دومه، نصفه دوم مسیرته. تو 2 تا زمان یکسان تپریم و تپریم طیش کردی. سرعت تیکه اول 6 متر بر ثانیه، سرعت تیکه دوم 12 متر بر ثانیه است. تو این تیکه که زمان‌ها یکسانه گفتم وقتی زمان یکسانه سرعت‌ها رو میشه میانگین گرفت. پس اول تیکه رو نگاه می‌کنم میگم اینجا که کل این تیکه رو با صورت میانگین این دوتا طی کرده. میانگین 6 و 12 چقدره؟ 6 به علاوه 12 میشه چقدر؟ میشه 18 تقسیم بر 2 میاد. پس میشه اینو اینطوری گفت که یه x دوم مسیر رو با سرعت 18 متر بر ثانیه طی کرده، x دوم بعدی رو با سرعت 9 متر بر ثانیه طی کرده. خب این 18 متر بر ثانیه 9 متر بر ثانیه.
در نهایت میتونم همچین چیزی بگم، میتونم بگم که چون جابجایی ها برابره میتونی معادل بگیری، بعد ضرب در تعداد بازش کنی. 18 و 9 معادلش چنده؟ 6. 2 تا بازه داری، 2 6 تا 12 تا. اما معادل گیری یا ذهنی رو بعدا یادت میدم، اونایی که شاگرد من نبودن. اما حالا اونایی که شاگرد من نبودن بعد چیکار کنن؟ راه حل منطقیش گفتیم بیاید کل جابجایی رو 1 بذارید، یه دوم با سرعت 18 طی کرده، یه دوم با سرعت 9 طی کرده و سلام نامه تمام. این هم حسابش می‌کنید 12 متر بر ثانیه میشه. دقت کنید میتونه اینطوری به سوال بده. سوال بالا صفحه رو ببین که 1/3 مسیر سرعت 6 تو میتونستی یه حرکتی سریع بزنی. دانش آموزایی که بلدید معادل گیری کنید میتونستی بگی 1/3 مسیر سرعت 6، 1/3 بعدیش سرعت 3، 1/3 بعدی هم سرعت 3. 6 و 3 معادلش 2، 2 و 3 معادلش 1 و 2 دهم، چون 3 تا بازه داریم میشه 3 و 6 دهم. اینا رو بچه من حفظ نیستم، منم دارم همین الان معادل گیری میکنم، یادتونم میدم انشالله. خب این برای حرکت یک نواخت و حرکت هایی که سرعت ثابت و شتاب نداریم. اما میخوام بریم سراغ قسمت شتاب دار. میریم سراغ ویدیو بعدی.